ایدی قربان آمد و در مکه حجی اکبر است. دوستان را تبریک کردن سنت پیامبر است. السلام علیکم عزیزان دل من، السلام علیکم مردم ایمن، مردم غریب، مردم دورای وطن، هر یکی شما رو با فارسی این ایدی بزرگ، این عید سعید قربان تبریک و تهنیت میگویم دوستان. خداوند کریم بگذار چی آرزو و عملی که در دل داره در این عید و عرفه جمعه عمل بپوشانند. خداوند چی نزدیکانمون رو از دست دادیم در وبا، در ویروس، در سختترین روزها خداوند کریم همیشه جویشون را جنت گرداند. کدومی که در حین کسلی هستند، کدومی که بیمار هستند، خداوند شفای کاملشون عطا کنه. در وقت و زمانه نیست در خانه که یک بیمار نباشد. خداوند به همه آنها شفای کامل را عطا فرماید. مردم غریب ایتن شما اید گردک میکنیم، اید همه گذرونیم در وطن. بگذار همیشه خونتون در شادی یار باشد. بگذار همیشه هر یک عید در خونتون خوشی و خرسندی باشد. مردم خدا نگهبانتون باشد. عيد